از این منطقه در اون ایام مدهش جنگ 2 نفر به حیث افسر ادای خدمت نمودند. یکی سعدی شریفوف، دیگر سید عمر لایقوف می باشند که این 2 نفر یکی با رتبه لیتنانت کلان و دیگری با رتبه لیتنانت بعد از جنگ به وطن برگشتند. بعداً سید عمر لایقوف از حیات رفت و سعدی شریفوف خوشبختانه هنوز در حیات است. من رفتم، دادرم رفت بر هم خورد، اکم رفت اومد در اینجا مرد، امکم مرد. آخه وطن کی محافظه؟ وطن ای ما هست. چون بالاتر گفتیم قهرمان قصه امروزه بابای سعدی است. یک نفر تاجیک از دهه نوآباد ناحیه رشت که هنوز سال 1939 خود اختیار به خدمت عسکری رفت و چون بعدتر جنگ بزرگ وطنی آغاز یافت در قطار میلیون ها نفر جوانان شجاع بر ضد فاشیسم مبارزه برد. او بعد از 7 سال دوری از یار و دیار که الکه تخم امید را در دل نزدیکانش برباد داده بود به وطن برگشت. وقتی که مکتب را به نام یکی سعدی گذاشتند ما بسیار خرسند شدیم، زیرا که این شخص در قید حیات بود و برای درس های تربیوی مکتبیان ما یک نتیجه عبرت بود. یک شخصی بود که وی از زبان خودش آن چیزی که کارنمایی خودش کرده است با چشم دیده است، با دست قبیده است، آنها را به شاگردان نقل میکرد و شاگردان به یک حسیات آن را قبول میکردند. قهرمان ما امروز صاحب دولت ایام پیری است. امروز مکتب دهه شوله را به نام او گذاشتند. بعد از دیدار بینی و صحبت قبلی او با افتخار ما را به مکتب مذکور برد تا ببینیم که چقدر صاحب احترام است اینجا. اهل مکتب چون مشغول کارهای شنبگی بودند از آمد بابای سعدی آگاهی یافتند و گوش و هوش به قصه های او دادند و ما نیز شاهد این همه گشتیم. دیرهای عزیز، همین مورم رنگ شما بودیم، منم یاش بودم. و رحمتی باقی میگفت که دوره یاشی همین تری هستی، نه مادر میشوی نه پدر، نه که مورم همین یاش بودیم. رفتن در سمرقند خوندیم، مکتب تمام کردیم. اساسی اختصاص من پداگوگ بود. در بادروک و کورک مدیر مکتب بودم. آرمیا رفتم، آرمیا در خدمت کردیم. همین وظیفه شما را همین است که بچه ها بهای 5 و 4 بخونه، کلون شده، وطن دوست شده، با خدمت دولت، خدمت وطن خودتون بروه. هفت سال من خدمت کردم، 2 سال خدمت حقیقی، 5 سال در جنگ. سال 40 ماه سپتامبر ما را به شهر نیژنی اوکراین آوردن. دوم بریگاد دیسانتی هوایی، وظیفه ما در همین شمالات دیسان بود که می پریدیم همونجا و آخرون 3 کیلومتر پریدیم دیگه. بعد این جنگ سر شد. دوام جنگ کماندیر زواد سواره رزمکتی در نزد 28 235 پولک.
шоҳидони ҳол ҳуҷҷатҳои мавҷуда шаҳодат аз он медиҳанд, ки Саъдии ҷавон, ки имрӯз бобои Саъдияш мегӯем, хизмати бо ифтихоре ба ҷо меовард ва соҳиби нишону ифтихорномаҳои бешуморе ҳам гашт. ӯ як тоҷик писари кӯҳистонӣ дар он айёми ҷанг бо рутбаи лейтенанти калон адои вазифа менамуд, ки он айём соҳиб будан ба чунин рутба кори саҳле набуд. дар бахши бойгонии ноҳияи Рашт фонди ҳуҷҷатҳои шахсӣ 10 нафар вуҷуд дорад. аз он ҷумла яке фонди бобои Саъди Шарипов Саъдӣ, ки ҳозир моро бо ҳуҷҷатҳо гирифта мебарем. از همه جالب و اون که دقت ما رو خیلی به خود جلب کرد همین دعوتنامه است که سال 1939 وقتی به صف ارمیا دعوت شدن بابای سعدی شریف است و این دعوتنامه است که در روزگار بابای سعدی شریف دیگرگونی کلی را به بار آورد. این جنگ سرنوشت ساز بود. جنگی که سعدی قصه ما را دور ساخت از یار و دیار و بپیوست با محبت قلب‌های هزاران هزار دوستداران وطن. این جنگ در دل هنوز جوان سعدی محبت پاک و به آلایش محبوبش را عوض کرد به عشق سینه سوز وطن. این جنگ در قلب سعدی و هزاران نفر تخم محبت وطنداری را کاشت. ننگ و ناموس و احساس جوانمردی را در شریان مردمان بیدار کرد. лейтенанти калон ва собиқадори ҷангу меҳнат Саъди Шариф барои кӯдакони айёми пирияш гуфтаниҳо хеле зиёд дорад, чун хотираҳо хеле бешанд. шояд лаҳзаи дар оғӯши ҳалқаи бачаҳо будан хешро кӯдак ҳис менамуд. و از ما نیز خواهش کرد تا همراهش به زیارت مجسمه قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخزوم برویم، چون یکی از خوشترین خاطرات برایش دیدار با او بود و قصه واخوردن خویش را با نصرت الله مخزوم به ما نیز نقل نمود. 7 ساله تا 8 ساله بودم در همین نواباد حاضرت بخش سیهک میگفتم. بعد نصرت الله مخزوم همونجا یک اینترنت ساخت دیگدام، ما رو آوردن همونجا در هوای میخوندیم. در هوای میخوندن که گفتم نصرت الله مخزوم میبیاد. ما رو همه سر و پا دادن، تازه کردن، بعد پلند میکردن قطعی همین کلونای غرب ما شلمک بودیم. بعد همین سرای همه دستمال کرد و با بسیار نصیحت کرد، گفت که شما آینده همه دولت انا با برپا میگیری، بخونه، انا جنگ و جنجال نکنه، بحفلی نکنه. همین پند نصیحت ها کرد و مالا بعد خیر خوش کرد. قطعی همه آدم ها طرفی سنگ کر رفت. دیگه نمیدونم که بعد کی اومد بلا کار میشه. همین قشنگ شدیم ما. همین تا یک آدمی به نهایت غمخوار بود، سوزی نبود. حقیقتا همین در حق همین جمهوری ما به نهایت این محنت کرده.
نمایندگان تاجیکستان با راهبری رئیس پرزیدیوم سویت عالی ریسپوبلیک شاگادایف به جبههگاه آمدند تا به جنگاوران دیویزیای 20 اسکران سوارای کوهی تحفه ها سپارند. در این روزهای وزنین دشمن در آستانه پایتخت وطنمان می‌ایستاد. تحفه عادی و به دل نزدیک از تاجیکستان دور و اولین مکافات‌های جنگی به جنگاوران جوان تاجیک در همین جا در میدان‌های از برف سفید نزد مسکو اعطا گردیدند. رحمتی شاگردایف در همونجا فرانت در تمام تاجیکان 6 کیلومتر جنگل به دعوت کرد کماندش فرانکتی صحبت گذرون که این نام تاجیکستان بنام نشود. تاجیکا باید که شما دلیل باشه سخن استان است که تاجیک ترن همه کارا رو ای خواهی نبرون. من خیلی پند نصیحت کرد که همه خیلی مستحکم بنارچی که نگاه بین که میوطنه خیلی ما همون گفته هوای قطعی خیلی خدمت کردیم. چند کسمون هلاک شد، یردار شد، رفتم ای سر. من زنده و سلامت دستم یرداری پشکم یردار اومدم. اول پیش شاگردای در اومدم. خدا رحمتی شاگردای نشناختم. همونجا دیدم وزیر صنعت سبک کی بود قربان رو گفتنی و جواب داد من قبول کرد دیگه به نهایت چی کرد. بعد گفت پسرم چه خدمت؟ بعد گفتم همین خیر شما پند نصیحت کردین ما همین یردارشیم ساخت سر 400 تن پول من برآوردم چی داد؟ بعد مکافات بابای سعدی نه همگی با قصه های ایام جنگی خود ما را مفتون ساخت، بلکه حکایت او از ایام شاگرد استاد عینی بودن و از مکتب تجربه او بهره بردنش نیست به ما خیلی عجیب افتاد. بابا جان ما خواستیم که همراه شما در همین خیلی طبیعت زیبا یک صحبت کنیم. شما در همین طبیعت زیبا به وایه رسیدیم، از همینجا به جنگ رفتیم، به عسکری رفتیم، برگشتیم و در همینجا زندگی را ادامه دادیم. خب میخواستم قصه کنید از همون آوانی تحصیل کردن هاتون، از آوانی به ارمیه رفتن هاتون. 60 سال شد در همینجا از جنگ اومدم پس همینجا خدمت کردم. ای معاونه اسپارکام سر کرد تا آبر اسپارکام همیشه اومدیم تا رئیسی سویت قشلاق دوست سویت قشلاق 12 سال رئیسی سویت قشلاق کردیم. همین قدر جای گشتم طبیعت اینجا بسیار به من محبوب شد. می بیام همه وقت همینجا آب نگاه میکنم دیرو را اینجا تماشا میکنم. این همین خیلی آبی هست که آب تعریفی های آب ساربوغ میگن اینا. ساربوغ این همون دهه که استاد باقر امضا زندگی کرد. هزار احمد همون طور. همین آب از اونجا سرچشمه میگیرن؟ نه این از یک کس سرچشمه میگیرن ای خودی قریبی مشروع ای غالب گفتنی ای اونجا میبیاد وای سری وای من دیدم. شما همراه استاد صدرالدین عینی واخوری کردیم و شاگرد استاد صدرالدین عینی بودیم. همین قصه رو برای بیننده ها میکرده. من دخترم همین خیلی که سال اساساً 32 تا 36 در مکتب آموزشگاه پیداگوژی شهر سمرقند از تاجیکستان بود. همونجا خوندم. وقتی خوندم همونجا تا 35 استاد عینی در ما درس نمیداد. سال 1935 از همه یکم سپتامبر سر کرده تا یکم ایول تا ایول 15 ماه خاطر میبرم همین سال 36 در ما زبان ادبیات هر هفته 2 ساعت درس میداد. انا همین به نهایت آدم قیمت بود، بسیار معامله خوب است، مغز میفهمون تا این درجه که همین درس گذشته شد 2 مراتب 3 مراتب میفهمیم بچه ها رو میخوان تکرار میکرد که هم میوید به معنی او آدم میشیست. اما کدام معنی میرون 2 مرتبه 3 مرتبه میو کلم میده تو یا اینکه انا بفهمیش خیلی چیش میکرد هیچ وقت گپ گنده نمیگو. همین خیلی و سال 36 بعد رئیس نویسنده های تاجیکستانش کردم.
ای طرف سیو یک مسکویچ کالخو چی ماشین مسکویچ شدن هدیهش کردن انا من مولا 30 کس تمام کردن با وزارت معارف تاجیکستان فرستادم خیلی مولا هر جا فرستادن با کار اول اومدم من نقل کردم در بادروک گفتنی جا مدیری مکتب بعد شلوغ جای زادگاه خودم کاورا کن با اونجا تا 39 چی کردم 6 نوامبر بعد من به صف ارمیا گرفتم برفتم من جنگ رفتم ای جنگ اومدم استاد من همه عینی بود در ماه درس داد هر چنه باشه هوای دیدن بعد پرسپوزم گفتم اداره همه نویسنده ها در کجان بعد گفتن که کوچه آرژانیکی که قفوی سویت وزیران نه بعد رفتم این قفون بعد گشتم دست چپ قطی بعد ملایم یک تا شده گرفتم گفتم که اکمال آدم که نشونم که باید ملیسانی گریف بود همونجا نشون دادی گشت اومد بعد می‌گیرم رو پلو که باقی را می‌بینم بعد یک قطعه باقی را همزاده را دیگه وای همه ها و ایشون بسیار مرد ازلچی بود بعد قطعه می‌خواد کرد گفت گفت شین اونجا یک شاگردش نویسنده از طرفم کولا بود نکن رومش انا من خاطرم برم بسیار مرد خوب بود خیلی بسیار من خدمت کرد سال بود 6 یک 15 منوت من گفتم که انا دوملو من کاری دیگه دارم گفت چیکار خوب گفتم همین خیر همه استاد من با انا شما باقی رحمزاده فهمه که استاد من همه عینی است صدرالدین عینی درسم داده ها گفت خوب میروی گفتم ها گفت که من اجاره خیزید بعد خیستم بعد رفتم اجاره درومیم حقیقتا اول نشناخت منه نشناخت همون صدرالدین عینی و سال مشتم اشکیا شدید موند بعد پسرم خدمت گفتم که یک کن مثل جوانا گفتم نشناختیم گفت نه بعد با پرسیده کن گفتم که اگر نشناخته باشیم من فلانی همچه همین من درس دادگی خودت استادی منی پدری منی من ای جنگ برگشتم و لازم ندونستم اول حولی برم گفتم که استاد من یکم پدری منم که من دانش نشون داده بعد پیش همین گفتم شما اومدم خیسته از سر استاد دیدش اومد شاقن گرفت جکن من سلام کرد شمی ترینکه بود کرتش هم ترینکه که کسونش موی همی ریشش پس تکک زدگی تاقه همو انا سوز سرش بعد اشکی دیگر من نمو خیسته بعد همون زانه که زد یک همون زنه که پریانش داشت به همونجا همون دویم چینده بعد هوای گفت که همه یک تا چای کرده بید بعد هوای یک چای کرد آورد راستش که یک پیاله گرفتم گفتم نرنجه گفتم اکو استاد ماده رخصتی گفت جای خوب داری گفتم که ها وای من جای خوبم همون بیانکوم رسپولیکا 100 پولیس سوری کردگی هست پیش شاگردای بودم بیانکوم رسپولیکا و پگاهی سمرو ساعت 8 هم من تیار بعد خیسته من برابر ای همون ادارش دیسل کرد باقی رحمزاده خیلی من برد پایون گفت لازم شد من به جای همون خوب تا برم گفتم نه گرد شما گفتم کار داریم انا استاد بسیار آدم غمخور بود درس همون کمال میفهمون که همین هیچ وقت ایمانت نمیرم سعدی شریف با استاد باقی رحیمزاده و میرزا ترسونزاده نیز پیوند دوستی داشت. بچگی‌های سعدی جوان و باقی رحیمزاده در آغوش همین کوه‌های زیبا پسی سر گشتند. آن کس هنوز از دوران جوانی در راه علم و معرفت رفته از مکتب و آداب و تعلیم و تربیه صدرالدین عینی گذشته تا به درجه شخصی جنگاور
شخصی که برای مدافعه وطن مادر از سال 1939 تا سال 1945 جنگیده است. آن همین راه جنگی او شاید باشد که او در دوران جنگ بر ضد گرمانی فاشیستی آب و تاب یافته، پس از غلبه با سربلندی بزرگ وقتا که به زادگاهش برشتان زمین برمیگردد، او را پارتی و حکومت آن وقت قدردانی نموده او را به وظیفه های گوناگون تعیین میکنند. و چنانه که من میدانم سعدی شریف در سالیان در سر کار هم در دوران ولایتی غرم هم بعد ولایتی تا در کدام ساحه‌ای که او کار در جمعیت نکرده باشد بسیار کارهای نجیب، بسیار کارهای شایم و عبرت دیگران کرده است. از جمله سعدی شریف از جمله آن مردان است که او برای تربیت نسل نو در همه ساحه ها و در همه جبهه ها کوشش و غیرت خود را به خرج داده است. وقتی که من در آموزشگاه آموزگاری شهرک نوآباد میخواندم، آن کس از صف قواهای مسلح همچون افیسر برگشته بودند. در دوره کاریش آدمی سرکار، خوشطلب، آدمی خوشمعامله و با کار بسیار هم فعالیت خوب داشت. در کدام وظیفه‌ای که کار نکردن نسبت وظیفه کاریشون بسیار شخصی سرطلب با مسئولیت، کارشناس و خوشمعامله بودند. مصلحتچی بودند. در تمام موردهای حیات کاریشون مصلحتچی دیگران بودند. بابای سعدی امروز در احاطه محبت دختران و نبیرگان کاستگی را و پیری را احساس نمی کند، زیرا خیلی زیاد احترامش دارند. ما دائما در صحبت‌های شیرین یعنی پدر اشتراک می‌کردیم که ما با همون صحبت‌های هوا بریم، با همون صحبت‌های نیکی همین پدر رفتیم که ما در مکتب‌ها را نقد و بهای خوب علا خوندیم، خیلی در آموزشگاه در اومده تحصیل علمی تحصیل کردیم. من با همین سخن‌های نیکی پدرم رفتم که حاضی در آموزشگاه رو 4 سال خواندم و تمام کرده، حاضی در مکتب قشلاق شور رقم 2 معلمه شده کار میکنم. انا اپام باشد همون آموزشگاه رو تیار کردگی، خواهرم باشد کسب دکتری را در همین نصیحت پدر. ما دائم صحبت‌های همین پدر در چی خیلی صحبت‌هایی که ما به همین گفته‌های همین پدر کردیم، در قنات پدر ایستادیم، چی گپی کو چی کاری که پدر میگفت ما به گفته‌های وی گوش میکردیم. پدر ما یکی از شخص‌های بزرگواری بود که این خودش در همین مکتب‌ها که خواند، در همین ساحه علم که خواند، در ساحه همین علم و دانش که خواند، آینده رو فکر کرد. خواست که همین فرزندهای من با می راهی من بروند و همین خواننده آینده به خودشانه خیلی یک چیز شوند. من به محنت همین 1 ساعت هم ایستادم، همه حول ما چیزی این همول 88 رفتم من همین پدریام بخیرم آلم دخترم جنگ میکنه، بابا پوچکا در میکنه که شما نمیدونه. من خیلی همون یک کارم نخواهد ممون یک درخت هم میبینم گجوشت ابرز که در کاره و قیچی میکنم یا بخیوه چی میکنم وش خلوبت من به محنت نمیتونم. محنت این راحت هست، محنت بچم همه کردی زندگانی پیش میروه، فریبازی کردی خونه در پوش میگرد، هیچ زندگانی کردن نمیتونی. انا همین خیلی سعدی شریف توانست طول عمر سزاوار نام سعدی باشد و هر جا که بود فرموده دوستی ایام جوانی هایش باقی رحمزاده را شعار زندگی قرار داد. عمری که صرف خدمت مردم نمی شود، بی نفع
مثل دود خزان می رود به باد. جان عزیز بکوش تو تا جان به تن بود، تا نیک نام باشی مانی ابد به یاد.